دوستان عزیزم سلام، عرض ادب. امیدوارم که حالتون عالی باشه، پر انرژی باشید، جلسات قبلی رو با دقت دیده باشید. خوش آمدید به پلیلیست تحلیل تکنیکال به سبک تلفیق ایچی و پرایس. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. جلسه 8 هستیم. قراره در رابطه با نکات جدیدی از ایچی صحبت کنیم و تلفیقش کنیم دوباره با روند. البته که دعوت میکنم حتما این پلیلیست رو دنبال کنید. برخی از دوستانی که سطحشون سطح مقدماتیه، حس میکنن که موارد اولیه رو بلد نیستن، حتما این پلیلیست دوره رایگان تحلیل تکنیکال رو ببینن، حتما ببینن، به دردشون میخوره. بعد بیاید سراغ پلیلیست تلفیق ایچی و پرایس که تا الان ما 7 جلسه پیش رفتیم. جلسه 7 اینجاست که اومدیم در رابطه با موضوعات مختلفی از جمله بنچمارک نوع 2 باهاتون صحبت کردیم که کامنت های مختلفی گذاشتید. متاسفانه وقت نکردم که کامل به کامنت ها جواب بدم. حالا یه بررسی داشته باشیم ببینم که اینجا چی گفتید. ضمن تشکر، با درک آینده بازار بایستی به درک خوبی از گذشته برسیم. سوال من اینه، یک تریدر برای تصمیم گیری در مورد سل یا بای بایستی چه مقدار از گذشته چارت رو بررسی کنه و نواحی مهم رو مشخص کنه؟ سوال خوبیه. آقا من الان میخوام لایو بازار کار کنم، خب چقدر برم توی گذشته رو بررسی کنم؟ اگر بخوام خیلی ساده بهش جواب بدم به این سوال، مثلا میگم آقا ما الان تایم 1 ساعته طلا هستیم، تایم 1 ساعته طلا هستیم، تایم مادرمون هم همین تایمه. یعنی ما بر اساس مثلا میگم و هر کس استراتژیش فرق میکنه، اما تایم اصلی من تایم 1 ساعته است و قاعدتا من وقتی بخوام توی طلا کار کنم که نوساناتش زیاد سنگین هم هست و توی تایم 1 ساعت هم باشه، نمیام برم اینجا رو بررسی کنم یا اینجا رو بررسی کنم. بله یه زمانی هست من بازارم رفته بالا، اینجا اومده، خب توی این تراز آینده گذشته نزدیک نداره، میام اینجا رو میبینم، میام حتی چند ماه گذشته. اما وقتی من توی این سطح هستم که ترازهای نزدیک داره، دیگه نمیام اول سراغ اینجا، اولویت به ترازهای نزدیکتر از لحاظ زمانی. خب چه بسا مثلا من وقتی بازارم توی این ترازه، اولویت برام ایناست، اولویت همینایی که نزدیکتره، پس اولویت زمانی وجود داره. حالا این نکته هم توی پرانتز بهتون بگم، یه زمانی هست من اینایی که نزدیک بازارم هست زیاد از لحاظ نقدینگی اولویت دار نیستن، یعنی یه ریز موج هایی هستن. حالا اینجا نه، مثلا شما فکر کنید در طول این روند، خب در طول این روند، وقتی من در طول این روند میخوام مشخص کنم، مثلا بازار الان اومده اینجا، خب وقتی بخوام مشخص کنم اولویت این محدوده ها برای من خیلی بیشتره به نسبت این ریز موج ها و سوینگ های درون روندی. این یه سوینگ کفه، خیلی اعتبار بیشتر و اولویت بیشتری داره تا اینجا. پس درسته که این از لحاظ زمانی نزدیکتره، اما لحاظ منطق بازار، عرضه و تقاضا، نقدینگی و بحث‌های نظریه بازی ها، این برای من اولویت بیشتری داره. این یه جواب مختصری که به نظرم برای این سوال میتونستم بدم. خب آقای بابایی، در بنچمارک نوع 2 کدوم اولویت هست نسبت به دیگری؟ بنچمارک نوع 2 کدوم اولویت داره نسبت به دیگری؟ حالا متوجه نشدم منظورتون چیه. حالا با فرض اینکه باز توی طلا همین تایم 1 ساعته بازار وقتی داره میره بالا، مثلا اینجوری ما داریم میریم بالا، اگر یه چنین چیزی باشه که گفتم آقا وقتی یک چنین چیزی رو شما دارید میبینید، این حد فاصله این بنچمارک با این بنچمارک اولویت، یعنی محدوده مهمتری هست برای ما. میبینید حد فاصله این بنچمارک تا این بنچمارک، یعنی یه گپی شما میبینید بین بنچمارک ها، این گپ اولویت داره برای ما. خب اما با فرض اگر فاصله داشتن، خب قاعدتا بنچمارکی که اول جلوی راه بازار هست اولویت بیشتری داره. میگم اگر سوالتون رو درست متوجه شده باشم، بنچمارکی که بیشتر
علاوه قیمتی نزدیک به بازار هست، بازار زودتر باش درگیر میشه. خب این بالاها سوالی نپرسیده بودید؟ خیلی مخلصیم، ممنونم از شما. بنده هم تحلیلگرم و هم معامله‌گر، ولی دوست دارم ویدیوهاتون رو ببینم. خب این لطف شماست، این محبت شماست به ما. من اگه بخوام مطالبی رو که از شما یاد گرفتم با توجه به آن یه تحلیل رو انجام بدم، چطور میتونم از شما کمک بگیرم و استفاده کنم که ببینم راه رو درست رفتم یا نه؟ اگر دنبال این هستید که برای من تحلیل هاتون رو ارسال کنید، آیدی تلگرام اینجا می نویسم، به این آیدی در تلگرام ارسال کنید. ultraway _mentor ultraway _mentor به این آیدی داخل تلگرام ارسال کنید، ما بررسی میکنیم. دیر و زود داره چون پیاما زیاده، اما سوخت و سوز نداره، بالاخره میبینیم، خیالتون راحت. خب واقعا خدا خیرتون بده استاد، میشه از این روش برای بورس استفاده کرد؟ موافق نیستم که این قلق ها رو روی بورس پیاده کنید. بورس ایران یک سبک تحلیلی داره بر اساس مدل سازی و شاخص ها که در دوره رایگان مدل سازیم گفتم احتمالاً جلساتش رو در یوتیوب هم به مرور بارگذاری کنم که بچه‌ها دیگه راحت باشن همینجا بتونن ببینن. من خودم بورس رو این مدلی تحلیل نمی کنم. طبق ریپورتی که در یوتیوب، طبق ریپورتی که در توییتر دارم و همچنین پیج 1 نقطه زن من توی بورس تحلیل کردم روی شاخص و سبد معرفی کردم، تماما بر اساس مدل سازی بوده. خب من میخوام ببینم سوالات رو جواب بدن. مشکل شکست فکر و بهتر بگم میزان قدرت حرکتی مارکت و تسویه، نمیتونم درست بخونم که چی نوشتید. فکر کنم منظورتون اینه که مشکل اصلیتون در تشخیص فیک بریک ها و قدرت های حرکتیه. خب اگر یک چنین مشکلی رو دارید حتما جلسه اول رو بازم ببینید. خب اما به مرور که پیش بریم براتون قابل فهمتر میشه. مثال ببین، وقتی نه اینکه الان طلا اینو مشخص کرده دارم این صحبت رو میکنم، اینا اگر تمرین کنید براتون واضح تر میشه. وقتی یک بازار سعودی رو ما تجربه کردیم که این بازار سعودی نزولی میشه و میخواد بیاد اصلاح کنه، طبیعتاً گفتم طبق منطق فیبو و طبق منطق روند خیلی از اوقات هدف اصلیش اینه که اون کفهایی که مورد اعتماد همه بوده، کفهایی که نقدینگی زیرشون قرار داره رو بزنه. خب در این موج وقتی موج نزولی شروع میشه پرواضح این کف برای ما داره چشمک میزنه، این کف داره چشمک میزنه، بازار میاد بهش نمیرسه، یه بالایی میده و بعد میاد اینو میزنه و بعدم که زده میشه پولبک ها رو بهش میبینید، شاخه زنی ها رو بهش. خب مشخصه که این کف مهمی بوده. بعد که ما زیر این کف تثبیت رو ببینیم، خب هدف بعدی میادش اینجا، یعنی بازار میخواد بیاد اینم بزنه، زیر این نقدینگی هست. یعنی هر کس بخواد آقا مثلا روی بای بوده باشه، با فرض بخواد حد ضرر بذاره، زیر این میذاره. کسی بخواد سل باز کنه، زیر این میذاره، میگه آقا اینو زد میاد پایین‌تر، من اینجا سل میگیرم طبق منطق سوینگ ها مثلا. خب اینا رو هدف میگیره بازار، هدفگیری اینها رو داره. منتها شما باید تطبیق بدید. مثلا اگر من دارم توی تایم 1 ساعته اینو میگم، ورودم توی تایم 1 ربع است، استپ ها و ستاپ های خودم رو هم بر اساس تایم 1 ربع میذارم دیگه، بر اساس تایم 5 دقیقه میذارم. یه دفعه نمیام اینجا بشینم به این امید این خط، به مرور معاملاتم رو انجام میدم. اوکی، حالا در این سطح و تا اینجا به نظرم این جواب میتونه کافی باشه. میتونم بازار بورس ایران میدونم بازار بورس ایران داغونه، ولی اگر امکان داره بعضی از مثال هاتون رو از بورس بزنید. لطفاً این کار رو با من نکنید. اینا به نظرم روی بورس ایران وقتگیریه بخوایم این کارا رو انجام بدیم. امروز ساعت 10:40 طلا سقف 5 دقیقه رو شکست، ولی طبق آموزش شما با تایید کندل سل گرفتم و بیش از $600 هم سود کردم. خیلی خوبه، خدا رو شکر. قرمز رایگان دریافت آموزش مدل سازی در بورس باز نمیشه، لطفاً آموزشش رو هم اینجا بذارید. چشم، اینجا هم منتشر میکنیم.
حتما دایرکت پیام بدید بررسیش کنیم. من امروز هم میگم دوستان چک کنم، باید باز بشه قاعدتا. یه سوال دارم، ما چقدر باید به گذشته برگردیم تا محدوده مشاهده؟ اینو جواب دادم دیگه. سلام استاد، اگه کندل های سبز از ابر کومو قرمز رد شدن، شارپی باز برگشتن رو حمایت، آیا باز اجازه داره برای بار سوم از ابر کومو رد بشه؟ بله. هیچ محدودیتی برای تعداد دفعات وجود نداره. یه روند میتونه 4 بار از یک کومو بره بالا بیاد پایین. منتها اینکه شما بفهمید چه اتفاقی داره میفته، باید یک مجموعه تو ذهنتون باشه از قواعد و قوانینی که در بازار وجود داره. طولانی شد، برم سراغ اصل موضوع که حالا دوستان میتونن بزنن جلو بیان از همینجا شروع کنن، هیچ مشکلی براش وجود نداره. بریم سراغ مطالبی که کمتر حوصلتون سر بره. در جلسات قبلی من در رابطه با موضوعات مختلفی صحبت کردم، بنچمارک ها و قلق ها و روش هایی که از کومو میتونید بهش برسید. خواهش میکنم اونا رو جدی بگیرید، تمرین کنید. عجله نداشته باشید که آقا من حتما جلسات رو ببینم پشت سر هم. نه، یه جلسه ببین، تمرین کن، بعد بیا جلسه بعدی، مشکلی نیست. گفتیم که اگر یک روند خلاف قاعده بشکنه، یک کومو رو دوباره برمیگرده. سوال، آیا اینجا هم خلاف قاعده است؟ اینو از من زیاد پرسیده بودید. خوب، حالا اینجا مثالش رو دیدم. آیا اینجا هم خلاف قاعده است؟ آیا بابایی اینجا که شکسته دوباره ازش برگشته، این چجوریه؟ میاد اینو پس میگیره؟ ببینید این شکست های اینجوری که با یک کندل میاد نهایتا 2 کندل و دوباره برمیگرده، در تایم دیلی بیت کوین هم میتونید اینو ببینید. اوکی؟ اینا یکی از دلایلش ایجاد بنچمارک چرا بماند، جزء نکات پیشرفته است. چرا بنچمارک ایجاد کنه؟ 2 بازی های بازاره، یعنی بازار رفته بالا، شارپ رفته، فرصت خرید نداده، میاد پایین خرید جمع میکنه، دوباره میره بالا. میتونید برید اینو مثال های مختلف ببینید، نه اینکه اینجا چون اتفاق افتاده. باز میگم این فکرها آموزش شما رو خراب میکنه. من این حرفو میزنم، از من قبول نکن، برو 100 تا مثال حل کن، بعد میبینی اینی که من میگم درسته یا نه. تمام، اومده پایین جمع کرده رفته بالا. اینا به یک معنا اتفاقا شکست خلاف قاعده است. یعنی از ابر سبز ریخته، که چرا دیگه از ابر سبز داره میره بالا، یا حداقل 2 بار شکست کومو هست دیگه، اینم خودش خلاف قاعده است. پس از طرفی میتونه بازار دوباره اینو پس بگیره، اما من قدرتش رو مثل اون حالتی که کلا بیاد بشکنه بعد بره بالا نمیدونم، ضعیفتره. اما بازم بازار بهش احترام رو میذاره. معمولا این حالت ها وقتی زده شد برگشت بازار رفت بالا، بدونید بعدش یه موج داره و از لحاظ زمانی زمان میبره که کل اینو پس بگیریم. مثل این چیزی که اینجا دیدید، تجربه اینو به من اثبات کرده. بذارید من بیام بیت کوین تایم دیلی رو هم ببینید، BTC USD تایم دیلی، اینم پاکش کنم، ببینید آنا اومد شکست رفت بالا، از لحاظ زمانی زمان میبره، ولی یکی از اهداف اینه که این تراز رو دوباره به خودش ببینه. که دلایلی که گفتم من خودم بیت زیر 22 رو تازه به خریدش فکر میکنم همینه، و هر بالایی به نظر من میتونه موقعیت فروش باشه. خب اینم از من سوال پرسیده بودید، برم دوباره روی همون طلا و تایم 1 ساعته. اوکی، پس این رو هم مد نظر داشته باشه. حالا توی این جلسه چی میخوام بهتون بگم؟ ببینید یه قاعده‌ای وجود داره و اونم اینه که روند باید حمایت کومویی داشته باشه. روند باید حمایت کومویی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر روند رفت بالا، کومو نرفت بالا، دیگه اینجوری صاف شد، بدون میخواد بیادش روند پایین. یا اگر مثلا اینجا روند ریخت اومد پایین، کوموش اینجا بود، کومو هم ترازش همجوری نیامد پایین، بدون این یه ریکاوری داره، این یه برگه. من تحت عنوان CBR ازش صحبت کردم، یعنی فاصله روند از کومو. هر جا روند از کومو فاصله گرفت میاد به سمت کومو. حالا گاهی اوقات رنج میزنه میاد بعد میره بالا، گاهی اوقات رنج میزنه میاد میریزه میاد پایین. اینکه این چه حالتی هست باید بیاید اینا رو موشکافانه حالتهای روندی رو روش پیاده کنی.
آقای بابایی به من یه نکته رو گفته. چی گفته؟ گفته وقتی یک ترازی ساخته شد و بازار اون رو قوی شکست و دوباره پسش گرفت، این نشانه است برای ریزش بیشتر قیمت. گولشو نخور، یا نه ای که آقا این سقف رو اومد شکست، اینجا هم اومدش پایین کف نزد پس میخواد بره بالا. نه، این بازی بازاره. از قضا اومده شکسته رو انجام داده که ستاپ های بای رو فعال کنه، بعد ریزش اصلیش رو انجام داده. اما منم میدونم دیگه فاصله از کومو هم داشته، پس این طبیعیه که خودش رو نزدیک به کومو کنه. دوباره اینجا ببینید فاصله از کومو خودش رو باید نزدیک کنه. هر جا فاصله از کومو داشتی باید جذب بشه. حالا این چرا این اتفاق میفته؟ قاعده اصلی ترش چیه؟ قاعده اصلی ترش اینه که کومو باید از روند حمایت کنه. به همین خاطره که ما میگیم آقا اگر یک روندی مثل این بود، همینجوری میریزه بالایی میده، میریزه بالایی میده، این روند سالمیه. و به همین خاطره که این قدم طولانی شده. طلایی که محدوده های نزدیک 2000 بود و کشوندش آوردش تا 1800. ببین چرا؟ چون روند سالمه، هی میاد پایین میره نزدیک کوموش، یعنی حمایت کومو رو با خودش داره. با این بالایی‌هاش حمایت کومو رو ایجاد میکنه، هی کومو رو راضی میکنه. خب این روند سالمیه. روند سالمیه تا بعد یه بیس سازی انجام میده و یه بیس سازی میکنه و بعدش هم میره بالا. این که لهجه ما چه لهجه‌ای ما خودمونم هنوز نفهمیدیم. خب پس این قاعده رو مد نظر داشته باشید. حالا از این قاعده، یعنی حمایت کومو و ارتباط بین کومو و روند، یک قاعده طلایی به وجود میاد که الان میخوام خدمتتون تدریسش کنم تحت عنوان واگرایی های کومویی. پس موضوع جالبی شد. واگرایی های کومویی. واگرایی های کومویی چی به ما میگه؟ چند تا مطلب داره. اول اینو میخوام بگم. ببین شما تراز روندت اینجا توی این محدود است. اوکی؟ این روند رو اینجا داره. 26 تا کندل بذار ما بریم جلو. 26 تا کندل ما بیایم جلو تقریبا میشه اینجاها. میشه اینجا. من اینجا رو هم یه خط میکشم. حالا نمیدونم اینجا اصلا واگرایی داده یا نه. حالا بررسی میکنیم. دوباره بازار توی اینجا به این ترازه نزدیک شده، رسیده تقریبا. حالا با یکی دو تا کندل زیاد کاری نداره. باز من 26 تا کندل میام. تقریبا اینجا هست. اوکی؟ این مثال خوبی نیست حداقل برای آموزش. بذارید یعنی واگرای اونجوری که میخوام نیست. یه مثال بهتر پیدا کنیم که ایدئالمون باشه. بذارید اینجا رو ببینم. اینجا خوبه. اینجا ببین روند 26 تا کندل بیا جلو، تقریبا اینجا تراز کوموش. دوباره اینجا بهش رسیده، 26 تا کندل بیایم جلو، تراز کوموش کجاست؟ اینجاست. عملاً روند در نقطه 2 به تراز 1 رسید. اوکی. اما کومو به تراز قبلی نرسیده. میبینید؟ این یعنی واگرایی در کومو. یعنی این بالای شما یک اصلاحی داره و یه اصلاحی هم انجام داده. درست روند اومده بالا اما حمایت کومویی رو نداشته. کومو واگرایی داده. اینهاش روندت مستقیمه اما کومو تو به هم وصل کنی اینجوریه. من رنگش هم میذارم مشکی که مشخص بشه براشون. این میشه واگرایی کومویی. یعنی وقتی روند به تراز قبلی خودش میرسه، کومو به اون تراز قبلی خودش نرسیده. این واگراییه. یعنی این روند یه اصلاحی باید داشته باشه. در سطح کلانتر هم میشه دید، در سطح بزرگتر هم میشه دید این رو. مثلا بذارید به نسبت گذشته بررسی کنیم.
به نسبت گذشته بخوایم بررسی کنیم، شاهد مثال میتونیم اینجا تقریبا اینم میتونیم بگیریم. آره ببین دوباره اینجا اینو تطبیق بده با این و کومویی که دارد، یعنی کومو تراز این اینجاها بوده، تقریبا توی این محدوده ها بوده، اما تراز این اینجا بوده، پایین ترش بوده. حداقلش اینه که رسیده تازه به این بنچمارک، اینو نشکسته. حالا یه نکته دیگه است بهتون میگم. پس واگرایی در کومو یعنی چی؟ یعنی روند تو به یک تراز قبلی برسه اما کوموش به اون تراز قبلیه نرسه. زیادم میتونید پیدا کنید. بذارید من بیام مثلا توی یه جفت ارز مثل یورو یو اس دی اینجا رو با هم بررسی کنیم ببینیم چه خبره. دوباره اینجا ببینید، اینجا ما یک تراز های داشتیم، این تقریبا اومده شکسته اون تراز رو، های اینجا هم همینطور. حالا یه شاهد مثال هلو برو تو گلو میخوایم، پیدا هم نمیشه. اینجا بد نیست تقریبا. ببینید 26 تا کندل بیایم جلو، ترازمون همینجاست، این کف است. خب دوباره روند بهش رسیده، اما تراز این کجا بوده؟ 26 تا کندل برو جلو، تراز این اینجاها بوده. یعنی عملا شما دارید میبینید این اینجاست، کومو این اینجاست. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه این پایینی هایی که اومده بازار به درد نمیخوره، باید بره بالا، باید بره بالا. حالا یه نکته دیگه هم جلوتر میگم که ترکیبش کنید با این واگرایی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. پس اگر شما اومدید روند رو تطبیق دادید، آقا الان روند من داره میاد بالا، اوکی بذار بیاد بالا، یا مثلا اینجا داره میادش بالا، داره میاد بالا، کوموش به این ترازه نرسیده، کومو پایین تره. خب این نشانه است، برای شما میتونه نشانه باشه. 26 تا کندل، 26 تا کندل تقریبا میشه اینجاها، اینجاها. نمیبینی؟ روندت اینجا چه بسا بالاتر هم رفته، روند اومده تا اینجا، از این بالاتر رفته، اما اگر تطبیق بدی تقریبا همترازن. خب خود همترازی هم واگرایی دیگه، باید این کوموش میرفته خیلی بالاتر، یا حداقل یه فاصله ای میگرفته به ترازه. این میشه نوعی واگرایی. حالا برخی از مثالا خیلی قشنگه، این روند شارپ رفته بالا، کومو خیلی ترازش پایین تره. خب این نشونه است برای شما که باید حواستون رو جمع کنید. خب این از این نکته. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم خیلی بهش توجه کنید و اونم اینه که اگر قراره مثلا توی این حالت یا توی این ریزش هایی که داره اتفاق میفته، مثلا توی این ریزش هایی که اینجا هست، اگر قراره، من خلوت کنم دوباره چارت رو، به این نکته دقت کنید، اگر قراره این روند ریزشی من بیاد بره پایین همینجا، قبلش بالایی نده، شرط اصلیش اینه که کومو ریزش من، کومو نزول من بتونه این کومو رو بشکنه. یعنی شما الان اینجا یک بنچمارک نوع 1 دارید، اوکی؟ روند نزولیت هم اومده پایین، اما میبینی کومو نه تنها به این تراز نرسیده، نه تنها به این تراز نرسیده، بلکه حتی این رو هم نتونسته اصلا بشکنه. حالا گاهی اوقات به این تراز میرسه نمیشکنه، گاهی اوقات کلا به این تراز نمیرسه. خب اینا یعنی ایراد داره، این روند نزولی ایراد داره. الان وقتش نیست، تا اینکه بالاییشو میده و بعد میاد میشکنه. وقتی این کوموی لایو بازار شما اینجا اومد این تراز بنچمارک رو شکست، تازه موج نزولی شما قدرتش بیشتر میشه، یعنی تازه امید داری که بره پایین. این کومو باید بتونه بنچمارک رو بشکنه. قاعده اینه، کومو لایو بازار شما باید بتونه بنچمارک رو بشکنه. دوباره اینجا مثلا با فرض روند نزولی شروع شد، کومو قرمز شروع شد، شرطش اینه که این کومو قرمز اگر شکل گرفت بتونه این کف و بنچمارک رو بشکنه. وقتی شکست یعنی پایینی های بیشتر برای من فعال میشه، یا بازار داره میره بالا، رفته بالا، اوکی،
شرطش چیه؟ شرطش اینه که این کمو سبز من بتونه این رو بشکنه. آقا اینجا شکسته؟ نه عزیز دلم. شکست یعنی چی؟ یعنی اینکه چه اسپن بی چه اسپن ای جفتش بره بالا. خب اینجا بله یک کم نفوذ کرده باز اومده پایین، به درد نمیخوره که. اینجا فلت شده پایین، خب این به درد نمیخوره، این شکست نیست. شکست اونه که جفتش بره. اوکی، شکست اونه که جفتش بره بالا. مثلا شما اینجا باز بنچمارک داشتید، میبینید اینجا باز بنچمارک داشت، خب این نتونسته بشکنه. اما اینجا وقتی شکسته جفتش شکسته اومده زیرش، هم اسپن A هم اسپن B اومده جفته، یعنی عملا کمو اومد زیرش بسته شد. درست سویچ کرده اما زیرش اومد دیگه. این قدرت کمویی داره، حمایت کمویی برای نزول بیشتر رو داره. و مثلا اینجا بخوای بری بالا برو بالا، مشکلی نداریم، اما بدون اینجا تو بنچمارک داری. وقتی اومدی رفتی بالای این قدرت پیدا میکنی. اوکی؟ وقتی اومدی رفتی بالای این قدرت پیدا میکنی. همه اینا استپ با استپ باید مد نظر باشه. همه اینا بنچمارک دیگه. اما تا قبل شما دقت کنید، اینجا بنچمارک داشتی، کمو تونسته بیاد، نه روندت اومده به بنچمارک رسیده ولی کمو نتونسته. خب این واگراییه دیگه. روند تو به بنچمارک رسیده ولی کمو به بنچمارک نرسیده، این خودش نوعی واگراییه. کمو با کمو، روند با روند. دوباره اینجا ببین، روند میاد بالا ولی کمو پایینه، این به درد نمیخوره که. کمو نتونسته بنچمارک ها رو برسه به محدودهای قبلیش. یعنی اگر شما میخواد روند صعودی بشه بره بالا، ببین مثلا اینجا تطبیق بده با این. اینجا بنچمارک تو این محدود است، سقف کمو بنچمارک نوع 1 و اینجا هم فلت. خب تو این محدوده رو در نظر میگیری. اسپن A رفته بالا ولی B شما پایینه، یعنی کمو نرفته بالای این سویچ کنه یا نرفته بالا این تثبیت بده. خب این به درد نمیخوره، روندت بازم میادش پایین. اینا رو باید بلد باشید ها. بله اینجایی که رفته بالا، اینجا نزول کرده بعد روند رفته بالا، سویچ کرده اینت هم رفته بالا، رفته بالا، دووم نیاورده دوباره ریخته اومده پایین. تا بازی کفسازی، بعد بازی کفسازی بعدش رفته بالا. اوکی؟ اینا رو باید ببینید در دل کمو و روند هاتون. به این خیلی دقت کنید. پس ما واگرایی در کمو رو گفتیم که به چه صورت هست واگرایی در کمو. باید حواستون به واگرایی های در کمو باشد، خیلی بهش دقت کنید. و همچنین مباحث مربوط به شکست های کمو به نسبت بنچمارک های قبلیش هم مد نظرتون باشه. مثلا الان شما اینجا رو ببینید، دوباره بنچمارک کمو رفته بالا اما کلا نتونسته تثبیت بده، دوباره اومده پایین و بعدش تونسته بشکنه و بره بالا، بعد تونسته حرکت خودش رو شروع کنه. تطبیق بدید خیلی شاهد مثال براش میبینید. مثلا اینجا روندت اومده بالا اما این روند کموش نتونسته بیاد بالا، به درد نمیخوره. روندت اومده توی این تراد اما اسپنهاشو ببینین، اینجا بوده اسپنش، این اینجاه، پایین تره. یعنی تناقض در کموها و وجود داره. اینا رو زیاد میتونید در بازار ببینید، اینا نشانه است. دوباره به نسبت این تطبیق بده، میبینی؟ یعنی عملا این تراز رو کموهای شما نتونستن بالاش تثبیت بدن. خب پس هر بالایی به منزله موقعیت برای سل هست و بعدش ببین چه سلی داشته بازار. یعنی تو میتونستی با این کموها نشانه ضعف روند در بالا رفتن رو ببینی. بازار هر بار میاد و کشش پیدا میکنه بعدش پایینی میده 3-4 بار پایینی تا موج اصلی نزول شروع میشه. این از این نکات که مد نظرم بود. خب نکته سوم به یک معنا یه نکته واگرایی ها بود، یه نکته شکست کموهای لایو بازار به نسبت بنچمارک ها بود، چه نوع 1 چه نوع 2. نکته سوم بحث در واقع سویچ هاست، جاهایی که بازار میخواد سویچ کنه، کموها سویچ میکنن.
یه نکته رو من در پیج اینستا گفتم. ببین یکی از سویچ های مورد اعتماد این سویچ های این مدلیه که جفتش با هم جمع میشه. یه زمانی هست یه دونه فلت میشه، مثلا اینجا یه دونه فلت میشه یه دونه جمع میکنه، اینو ما کاری نداریم. اینا زیاد مورد اعتماد ما نیستن، یعنی میبینید اینجوری ریخته اومده پایین ولی بعدش دوباره رفته بالا. اوکی. اما سویچ هایی که با هم جمع میشن مثل اینجا مورد اعتماده، بازم روند ادامه میده و میادش پایین، حالا تا نشانه هایی رو صادر کنه. اینا رو حواستون باشه. جاهایی که بازار سویچاش این مدلیه مورد اعتماده، میتونی بهش اعتماد کنی. جاهایی که بازار کفش صافه توی سویچ کردن خیلی اوقات دوباره شکست داره. میبینی؟ خیلی اوقات دوباره شکست، دوباره برگشت داره. درسته ریخته اومده پایین، میریزه میاد پایین ولی دوباره برگشت داره. فلت داره، میریزه میاد پایین ولی دوباره برگشت داره. خیلی اوقات این دیده میشه. اما جاهایی که بازار این مدلی جمع میشه میریزه میاد پایین، حتی برگشت هم داشته باشه باز اصلاح میکنه. مثل این حالت ها خوبه، بهت موقعیت میده. یه دفعه شارپ بر نمیگرده بالا، مثل اینجا دوباره فلت داشته اومده ولی باز شارپ برگشته بالا. جاهایی که با هم جمع بشن، اینجا فلت داره به دردمون نمیخوره. توی کمای نزولی هم همینطور. توی کمای نزولی هم وقتی فلت داشته باشه شکستاش احتمال برگشت رو برامون داره. اصلا خیلی اوقات هم شکستا سخت اتفاق میفته. اینجا هم دوباره ما فلت داریم، دوباره فلت، زیاد باب میل نیست. گاهی اوقات ببین این چقدر قشنگه، خیلی زیبا جمع شده. میبینی؟ خیلی زیبا، جفتشون با هم جمع شدن. این الگو وقتی شکل میگیره در سویچ های کومو، تو میتونی به نزولش اعتماد کنی. چه نزول خوبی هم داشته. بله اومده نزول کرده، یه سری بالایی داده و بعدش ریخته اومده کلا پایین. ولی این سویچ های فلت داره، ببین فلت که داره یه دفعه خراب میکنه کارو و خیلی حواستون رو جمع کنید. وقتی فلت داره خیلی اوقات شکسته نمیشه، اگرم شکسته بشه یه چنین اتفاقاتی میفته. توی فلت ها دقت کن. این نکته که دارم میگم همش تجربه است. ببین درسته شکسته ولی باز ریخته اومده توی همون سطح، اینا به درد نمیخوره. ببین حالا اینجا استثناءً اینم باز بالاییاشو داده ولی اومده شکسته پول بک داده و بعد ریخته. اینایی که فلت دارن خیلی باید دقت کنید. ولی جاهایی که جفتش با هم جمع میشه، جفتش با هم جمع میشه، اینم تقریبا اون چیزی که ما میخواستیم بوده. تقریبا هرچند فلت داشته ولی جفتش با هم جمع شده، شکستش رفته بالا، بالاییشو داده بعد ریزش داشته، اصلا از کمای خود سبزم بوده. شاهد مثال دیگه حالا اون چیزی که خیلی قشنگ خودشو نشون داده باشه من ندیدم. این از این نکته. پس توی سویچ ها هم حواستون جمع باشه. اگر فلت در سویچ باشه احتمال برگشت ها زیاده خلاف جهت. اگر هم نه با هم جمع بشن میتونید بهش اعتماد لازم رو داشته باشید. نکته بعدی که مد نظرم هست، حالا یه اشاره‌ای کردم تقریبا توی جلسات قبلی، یعنی اول همین جلسه، بحث اسپن بی هست. خب ببینید اگر قراره، حالا فکر می‌کنم تکرار باشه ولی بازم از این نگاه خوبه بهتون بگم، اگر قراره که شکست کومو اتفاق بیفته مثلا به نسبت این محدوده بنچمارک، این شکست زمانی معنا پیدا میکنه که اسپن بی بشکنه. اسپن بی بشکنه یعنی اگر این داره میره بالا اسپن بی هم بشکند و بره بالا. وقتی اسپن بی هم رفت بالا یعنی عملا شکست اتفاق افتاده. خب مثلا اینجا به نسبت این بنچمارک ها
اسپن A رفته بالا. تا زمانی که اسپن B نره بالا ما شکستش رو شکست نمیدونیم. حواستون به این موضوع باشه، این شکست به درد نمیخوره. گفتم اینا رو. باز این رفته بالا ولی اسپن B نرفته بالا. تا زمانی که اسپن B نره بالا به درد من و شما نمیخوره آقا. اینا حواستون باشه بهش. چند بار دارم میگم. ببین اینجا رفته بالا، اسپن A شکسته این محدوده بنچمارک رو، ولی اسپن B نرفته بالا. خب این به درد نمیخوره. باز دوباره اینجا به نسبت این بله اسپن B هم اینجاها تازه رفته بالا. اینجا تازه رفته بالا. این تو محدوده جمع شدنش عملا بوده. به نسبت این که اصلا هیچ. پس شکست کومو به نسبت بنچمارک قبلی چه بنچمارک نوع 1 باشه چه بنچمارک نوع 2 باشه زمانی معنا پیدا میکنه که اسپن بی کوموی لایو بازار اون رو بشکنه. یعنی اگر قراره مثلا اینجا روند من بشکنه بیاد پایین، زمانی که این کومو اسپن بیش این بنچمارک رو شکست، تازه شکست اتفاق افتاده. تا زمانی که اون نشکنه بیاد اینجا کومو کف سازی کنه، اون به درد نمیخوره. یعنی موج صعودی میتونه ادامه دار باشه. این هم از این نکته. نکته بعدی که نمیدونم نکته 4 5 3 هر کدومی که هست، حالا بعدا براتون دسته‌بندی میکنم توی آپلود، بحث ماژورها هست. خب ما در یک روند قاعدتاً یکی از محدوده های عرضه و تقاضایی که مد نظر داریم نقاط ماژور ما هست. یعنی چی آقا؟ یعنی اینکه من میخوام مثلا توی این روند مثال با چشم محدوده های مهم رو مشخص کنم، کجاها رو مد نظر قرار میدم؟ کجاها رو مد نظر توی این روند نزولی؟ خب قاعدتاً یکی از محدوده هایی که مثلا مد نظر قرار میدم این هست. به نسبت یکی از محدوده هایی که قرار میدم اینجاها هست، توی دونه از این سقف‌ها هست، یه دونه توی این محدوده هست. خب ما جدای از این که میتونیم با چشم مشخص کنیم، چه جوری دیگه میتونیم مشخصش کنیم؟ با بنچمارک های نوع 2 که الان اینجا یک بنچمارک نوع 2، باز اینجا یک بنچمارک نوع 2، دوباره اینجا هم یک بنچمارک نوع 2 هست. اوکی؟ یعنی ما این بنچمارک های نوع 2 رو داریم. اوکی؟ بنچمارک های نوع 2 نشانگر نقاط ماژور در روند ما هستن، چه صعود چه نزول. چه صعود چه نزول. یعنی شما الان اینجا همین سقف بنچمارکته دیگه، پس این یک نقطه ماژوره. یک نقطه ماژوره. در این روند نزولی این بالایی هایی که اتفاق افتاده 26 تا کندل، ما اگر اینو بیایم عقب تقریبا همین جاها میشه. یعنی عملا این محدوده برای ما یک محدوده ماژوره. این های و سوینگ هایی که در اینجا زده شده یک ماژوره. البته آره اوکی، این میشه ماژور. این محدوده های حدودی ماژور رو برای شما مشخص میکنه. یا اینجا شما 26 تا کندل بیاید عقب، 26 تا کندل ما بیایم عقب، یعنی اینجا میشه. این بنچمارک مربوط هست به اینجا، یعنی اینجا یک نقطه ماژوره برای ما. باز اینو میتونید تطبیقش بدید، احتمالاً میخوره به این. پس اینجوری شما میتونید نقاط ماژور رو بر اساس بنچمارک ها مشخص کنید. آقا بازار رفته بالا، ریخته، رفته بالا، بنچمارک ساخته، پس این محدوده میشه محدوده ماژور. رفته بالا، پس این محدوده میشه محدوده ماژور. دوباره رفته بالا، این کومو رو ساخته، پس این محدوده میشه ماژور. یعنی میبینی چقدر زیبا. بعد که شما این محدوده ماژور رو مشخصش کردی، در آینده هم بازار بهش احترام میذاره و بعد ریزش میکنه میاد پایین. اینجا دیگه زیباست. حالا توی این نوسانات سخت‌تر میشه مشخص کردن، ولی جایی که بازار پر واضح مشخص میکنه اینجا خیلی زیبا میتونی از بنچمارک ها هم برای مشخص کردن ماژورها استفاده کنی. خب بحث فلت و بنچمارک رو هم که جلسه قبلی گفتم خیلی بهش دقت کنید. اون فلت به علاوه در واقع بنچمارک ها، عذرخواهی میکنم، فلت به علاوه بنچمارک ها خیلی میتونه به شما کمک کنه. مثلا آقا من اینجا
بنچمارک دارم، از قضا فلت کومو من هم هست. بنچمارک به علاوه فلت، بنچمارک به علاوه فلت. خیلی باید به این دقت کنم. کومو شکسته رفته بالا، اوکی. بعد که ریزش میکنه دوباره میاد زیر این محدوده، خیلی باید من حواسم به این جمع باشه. این محدوده تراز من میشه. تا زمانی که بازار قوی و مورد اعتماد بالای این ریاکشن نشون نداده، من نمیتونم ازش استفاده کنم. تا زمانی که کومو این رو خوب نشکسته، من نمیتونم ازش استفاده کنم. حالا ممکنه سوال کنید آقا اینجا شکست بعدش ریخت اومد پایین، اینجا شکست بعدش ریخت اومد پایین، من دیگه چجوری به این اعتماد کنم اینجا بای بگیرم؟ از کجا معلومه این نریزه بیاد پایین؟ ممکنه این سوال رو بپرسید دیگه. سوال خوبی هم هست. ما وقتی اینجا بودیم این کفسازی ها رو نداشتیم، اما وقتی اینجاییم این کفسازی رو خیلی زیبا داریم. خیلی زیبا این کفسازی صورت گرفته. مود بازار رو در تایم بالاترش داریم قطعا. حالا من الان کاری ندارم یورو یو اس اینجا رو اصلا، ولی قطعا منی که دارم اینجا کار میکنم یک ساید وی و یک محدوده رنج برای من ساخته، مود بازار از تایم بالا رو دارم. مود روی بای یا سل و بر اساس اون آنالیز میکنم. و وقتی اومدیم توی این ترازها، خب مشخصه که حداقل بازار این سقف و نشونه گرفته، اومده بالا، مشخصه این سقف و نشونه گرفته و بعد میاد قوی هم این سقف رو میشکنه. ببین این تراز رو ببین چقدر قوی شکسته، قوی هم اینجا رو میشکنه. پس این پایینی ها موقعیت بوده. باید اینا رو دیگه بفهمید. با تمرین هم این به دست میاد. هیچ معجونی وجود نداره غیر از تمرین و فهم روند. شما وقتی اینجا بودی دیگه این کفسازی رو داشتی. شما وقتی اینجا بودی این کفسازی بالای این محدوده رو داشتی. کومو شما نهایتا دیگه اینجاها اومده اینا رو شکسته. کوموت هم اومده بالا، این تراز رو شکسته اومده بالا و به اندازه کافی اصلاحات صورت گرفته. همه اینا رو باید با هم ببینید و بعد تاثیرش رو گذاشته و روند رفته بالا. اوکی؟ پس این فلت و بنچمارک ها رو هم مد نظر داشته باشید. پس من یه بار مرور کنم. واگرایی های کومو، عدم شکست یا شکست کومو بنچمارک قبلی، چه نوع یک چه نوع دو، شکست اسپن بی به نسبت بنچمارک های قبلی، نقاط ماژور، فلت و بنچمارک ها، تمام اینها رو باید مد نظر داشته باشید. تقریبا هم شده 45 دقیقه، دوباره تایممون رفت بالا، اما به نظرم نکات ارزنده و مهمی بودش که باید بر اساس همونها در بازار تحلیل انجام بدید. مثلا آقا الان یورو یو اس دی لایو بازار وقتی ما الان هستیم، این بالایی هایی که داره به ما میده، اگر قراره که بازار بره بالا، حداقلش اینه که این کومو بنچمارکش اینجاست، بیاد اینو بشکنه کومو سبز تا تاییدیه کومویی هم به من داده شود. من خیالم باید چیکار؟ نه این فعلا میخواد مثلا بره تا این تراز بیاد بالا. اوکی؟ اینا رو بهش توجه لازم رو داشته باشید. اگر جلسات من رو میبینی لایک نمی کنی و کامنت نمیذاری، من راضی نیستم. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، حتما سوالاتتون رو بپرسید، من اینجا جواب میدم. کامنت هم که فراموش نشه، لایک هم که دیگه جای خودش. تقسیم میکنم اینجا که بتونید راحت‌تر هر کدوم رو که براتون اولویت داره ببینید که اذیتتون نکنه. خیلی مخلصیم، هر جا هستید موفق باشید. باز هم میگم از پلتفرم سیچک حتما استفاده کنید. اگر تحلیلگر هستید یا کاربر هستید، کاربرا میتونن اینجا بیان از سیگنال ها، رتبه بندی ها و محتوا استفاده کنن. تحلیلگرا میتونن اینجا پنل داشته باشن، از این خدماتی که هست استفاده کنن، از ارسال پیامک، بحث‌های کپی ترید، بحث‌های مدیریت اشتراک های شما، همه رو بحث‌های منتورینگش، ثبت کارنامه و برندینگ که مهمترین نیاز هر تحلیلگره. اینجا بیا یه کارنامه برای خودت توی انواع بازارها بساز، برندسازیت رو انجام بده دیگه. هر چقدر دلت بخواد میتونی ازش برای تبلیغاتت، برای جذب مخاطبت استفاده کنی. خود پلتفرم سیچک هم حتما براتون جذب مخاطب خواهد داشت. باز هم تاکید میکنم که پلتفرم سیچک رو برای تست استراتژیتون استفاده کنید. تمام این نکاتی که من میگم آقا بخوای تست کنی،
برو اونجا تحلیلات رو ثبت کن، تست استراتژیت رو انجام بده تا خیالت راحت بشه. هر جا هستید سلامت، پایدار، پرسود باشید. جلسات قبلی رو هم ببینید که خیلی به دردتون میخوره. موفق باشید.